هلو گایز، رفقا، سلام. امیدوارم که همیشه زنده و پاینده باشید. اومدیم یه بار دیگه با همستر که امروز یه کمی خیالتون شاید با دیدن این ویدیو یه کمی راحت تر بشه و سردرگمی در بیاید. خب دوستان، همستر یه روزی که هر چی میزدیم میرفت که توش نمیرفت و یه کمی با مشکل مواجه بود، اومد یه پیامی رو گذاشت. خب بریم یه کانال همستر ببینید. اینجا همستر اومده چیزاشو گذاشته. چی میگن؟ گذاشته که اهل کدوم کشورید و ما زدیم ایران و عضو میشید تو اون گروهی که ایران است. همستر اومده بود یه کانال گذاشته بود، ببخشید یه متنی گذاشته بود که آقا دوستان، سکه هایی که جمع میکنید مهم نیست، عاقلانه بازی کنید و برید اون ساعت هایی که هستن، اون ساعت گفته بود همون پروفیت ها مهمن و اونا پول میشن. و یک پارامترهای دیگر که بهتون بعدا میگیم. خب اومده همستر واسه کشورهای فعالی که تو همستر دارن بازی میکنن کانال ها و گروه های مخصوصی زده و حالا ما با اون زبان میتونیم راحت تر بریم ببینیم. خب ما میزنیم ایران رو بریم ببینیم. اینجا کانال عمومیه دوستان، همه میان پیام میذارن اونایی که همسترن. و این پیج، این متنی که گذاشته شده این مال خود همستره، یعنی این اکانتی که هست اینجا این مال خود همستره. یعنی بزنیم روش میره اینجا و این هم گروه همستر پرشین، یعنی به زبان فارسی اطلاعیه‌های فارسی رسمی همستر کامبت خوش آمدید و کانال رسمی و توییتر کانال اینجور چیزا. و تو این پیام که گفتن و خیلی جنجال به پا کرده، ببینید دوستان اومده گفته به دلیل حجم سوالات زیاد می‌خوایم موارد ایدراپ به سود ساعتی، ببینید اینجا رو ببینید، ایدراپ به سود ساعتی و برخی پارامترها و فعالیت‌های دیگر که بعدا اعلام خواهیم کرد بستگی داره نه به موجودی سکه. این قسمت رو دقت بکنید ببینید، ایدراپ به سود ساعتی بازی داره، بستگی داره نه به جمع کردن سکه. پس دوستان اومده بازی آگاهانه گفته. بعضیا میگن که شاید میخواد گول بزنه و بعداً بگه و اینجور چیزا. نه، از یک موضوع این عاقلانه است که بیاد اینو بگه، چون پیج، یعنی ببینید 30 میلیون نفر فقط در کانال همستر هستن که هنوز خود من عضوش نیستم، عضو این کانال نیستم و خیلی از شمایی که همستر بازی میکنید عضوش نیستید. خب دوستان، پس این میتونه واسه این که ارزش رو و همستر رو ببره بالا، ارزش پولیش رو، میاد میگه که آقا پروفیت پول میشه و واسه که جمع کردن ارزشی نداره. و گفته که چندین پارامتر دیگه رو هم واسهتون میگم. خب این دوستان، این اکانتی که من آوردم توش، اینو واسه همین آوردم که یه چند تا نکته هست که بگم واسهتون. این سکه هاشن یک، و میبینید که پروفیتش هم خیلی کمه و ما الان در حال ساخت نوب ترین اکانت همستر و با بالاترین سطح پروفیت در ایران هستیم و میخوایم اون اکانت رو بسازیم. وقتی که به نتیجه رسیدیم ویدیوش رو تو یوتیوب میذاریم که بهتره کنیم. خب دوستان، امروز با این اکانت اومدیم که واسهتون یه چند تا موضوع رو بگیم. خب دوستان، اون چند تا پارامتر دیگه ای هم که گفته بودم، با نتیجه های نهایی ما به این نتیجه رسیدیم که میتونه مهمترینش ارتقای لول باشه. یعنی هر جا لولت بیشتر میتونی پولت بیشتر باشه. اون چند تا گزینه ببینید، ما الان 70 تا 73 میلیون تا سکه جمع کردیم و بعد از اینکه به 100 میلیون سکه برسیم میرسیم به لول بعدی و ما میخوایم که به این لول که رسیدیم، خب شروع کنیم سکامون رو تبدیل کنیم به پروفیت. و گزینه بعدی ببینید، 1 میلیون این لول، یعنی خودشون گفتن 1 میلیون این لول بهتر از 10 میلیونی لول قبلیش هست. پس هر چقدر که نزدیکین به لولتون، اول لولتون رو ببرید بالا، بعدش تبدیل کنید به پروفیت. خب نکته بعدیش هم اینه که فرند جمع کنید و ببینید با این فرند جمع کردن هم میتونه یه نکته بعدی و حائز اهمیتش باشه که با جمع کردن چی میگم بهش، فرند، شاید اونم یه پارامتر ولی زیادیش میتونه لول باشه. خب بعدیش هم اینه که شما باید تو چالش‌های روزانه اینجا شرکت بکنید که بدونه که شما هر روز فعالی دوهی شرکت میکنید و شاید اینم یه موضوع دیگه هم بتونه که باشه. خب دوستان، بعضی از دوستان میگفتن که چند تا از کارتا رو واسمون معرفی بکن که خیلی راحت تر بتونیم بازشون کنیم چیزامونو، پروفیتمون رو خیلی راحت ببریم بالا. خب کارت هایی که هستن، این کارت هایی که X10 X20 X50 X75 X60 X100 میتونن گزینه های خوبی باشن. این کارت ها که الان نشونتون داریم میدیم، این کارت ها میتونن نشونه پروفیت خوبی میدن. این کارت و همین این کارت که الان واسه من قفله میتونه واسهتون گزینه خوبی باشه. و حتی این کارت که تازه اومده، همین کارت و این دو کارتی که همینو و کنارشی، این هم میتونن کارت مهمی باشن و میتونن لول بهتری رو بدن تو این قسمت. خب دوستان، شما باید عاقلانه ببینید که کدوم کارت میتونه به نظر شما بهتر باشه. خب اینجا ببینید اومده که چیزی، این کارت جایزه‌ایه، یعنی اینو بدی شانسی در میاد. خب بزنیم ببینیم چند تا میده واسمون پروفیت، که خیلی هم نداد، دستش هم درد نکنه. این قسمت خیلی به درد نمیخوره. خب
این قسمت هم کارتای خوبی داره. همین شما این کارت رو باز کنید و اینا همشون خوبن که دارم نشونتون میدم. اینا همشون میتونن واسهتون کارتای بیشتری رو بدن. و در این قسمت شما میتونید با ارتقا دادن به این دو کارت که دوشون هم شاید یکی باشن و ارتقا دادن به اون کارت و به این کارت و به این کارت و حتی به این و حتی به این شما میتونید پروفیت های بیشتری دریافت کنید. خب دوستان سعی کنید پروفیتتون رو حداقل به 500,000 تا برسونید که تا 500,000 تا راحت میره. خب که تا 500,000 تا راحت میره. این کارتو که الان زدم اونم ارتقا بدید خوبه. شما باید عقلانی کارتتون ارتقا بدید. خب شما دقت بکنید که کدوم کارت به نظر شما با صرفه تره که شما بخواینش ارتقاش بدید. خب همونطوری که میگفتن دوستان، بله شما باید پروفیتتون رو حداقل بعد از اینکه به لولی که الان نزدیکش هستین رسیدین، پروفیتتون رو به اون حداقل به 500,000 تا برسونید که تا 500,000 تا آسون رسوندن پروفیت و نذارید کارتاتون زیاد گرون بشن، چون بعدا واسهتون مشکل میشه. حتی نمیتونید 5 میلیوناتون رو دریافت کنید که چون دیگه کارتا گرون شده واسهتون. خب تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کانالمون هم سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر ویدیویی که گذاشتیم فوراً واسهتون آپلود بشه و ویدیومون رو لایک کنید. خیلی متشکرم و ممنونیم ازتون.